منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سروران گرامی و بینندگان عزیز و بزرگوار، موضوع این هفته ما نماز استسقا یا طلب باران است. شاید برای بسیاری از شما عزیزان این موضوع جدید باشد و نماز باران رو شاید کسانی خوانده باشید و بسیاری ممکن است که چنین نمازی تا حالا نخوانده باشند. ما تابع دینی هستیم و پیرو رسول بزرگواری هستیم صلی الله علیه و آله و سلم که تمام زندگی ما را و لحظه عمر ما را با پیوند دادن به این دین عظیم ارزشمند قرار داده اند و ما در پرتو این دین عظیم و در پرتو راهنمایی های رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم طوری زندگی می کنیم که واقعا ما از خود و برای خود هیچ چیزی نیستیم و نداریم. ما فقط از الله هستیم. انا لله و انا الیه راجعون. ما از الله هستیم و به سوی الله باز میگردیم. قل ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همه چیز ما از الله است. قربانی ما، عبادت ما، دعای ما، مرگ ما، زندگی ما، همه چیز ما از الله است. ما تنها برای الله و به نام الله زندگی میکنیم و برای خوشنودی ذات متعال او و راضی کردن او تعالی. بنابراین تمام زندگی ما طبق دستور الله متعال باید باشد و مطابق با سنت رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. با این جهانبینی اگر ما زندگی کنیم و شب و روزمان را بگذرانیم و برنامه زندگی خود را تنظیم کنیم، قطعاً در تمام مراحل زندگی به سوی الله متوجه خواهیم بود و هرگاه که مشکلی برای ما پیش بیاید و موردی و خللی در برنامه زندگی ما ایجاد شود، به سوی او باز خواهیم گشت. نماز استسقا یا طلب باران در واقع بخشی از همین برنامه زندگی ماست. فلسفه نماز استسقا چیست؟ چرا ما نماز استسقا میخوانیم؟
علاوه از بعد تعبدی آن میتوان گفت که فلسفه نماز استسقا در واقع تسلیم مطلق در برابر الله متعال بودن است، به این که ما بازگردیم و وقتی که نیاز به باران داریم و باران نمیبارد بازگردیم و بگوییم که ای الله مالک باران تویی، مالک ابر تویی، باران به حکم تو میبارد. اینکه ابر از اقیانوس و دریا بالا می رود و شکل می گیرد و مجدداً باران می بارد، این تحلیل به جای خودش باقی است، ما به این کاری نداریم. ولی آن ذاتی که چون این برنامه ای را تنظیم کرده که بخار دریا بالا برود و به شکل ابر شکل بگیرد و از اون مجدداً باران ببارد، اون ذات کیست؟ ما از اون طلب باران میکنیم، میگیم خدایا باران بباران، چون که معتقد هستیم و یقین داریم و باور داریم که تا او نخواهد باران نخواهد بارید و هرگاه که او بخواهد باران اندک سبب برکات فراوان خواهد شد و هرگاه که او بخواهد بدون باران هم برکت خواهد آمد. اما سنت لا یتغیر او چنین است که همچنان که فرزند نتیجه ازدواج است، روییدن گل و گیاه و دانه و شکوفه ثمره باریدن باران است. لذا باران در زندگی باید باشد و اینکه وجعلنا من الماء كل شیء حی، الله متعال میفرماید که ما با آب هر چیزی را زنده نگه داشتیم و زنده کرده ایم. این قدرت الله متعال است. پس شرط این که برکتی در جهان وجود داشته باشد و نظام جهان آنگونه که مطلوب است بچرخد، تقوا لازم است. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا، ایمان و تقوا شرط است برای ایجاد توازن در این جهان. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا، اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، لکفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم، گناهانشون رو خواهیم بخشید و آنها را وارد بهشت خواهیم کرد. آره، در این آیه الله متعال قاعده ای رو گذاشته که این قاعده میگوید تا دین الله در زمین اقامه نشود، برپا نشود، پیاده نشود، تا اون زمان از برکت خبری نیست، از آرامش خبری نیست. و اینکه جهان به فساد کشیده می شود و رو به انهیار و شکست و خرابی و تباهی حرکت می کند، علتش غفلت از الله متعال است، فراموشی از الله متعال است، فاصله گرفتن از دین است، از معنویت است. رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند من لزم الاستغفار، کسی که همواره پایبند استغفار باشد و همیشه زبانش استغفار بگوید و قلبش
این استغفار را احساس کند، یعنی طلب مغفرت و آمرزش، جعل الله له من کل ضیق مخرجا، الله متعال از هر تنگی برای او دری باز می کند. و من کل هم فرجا، و از هر غم و اندوه و مشکل و پریشانی برای او آسانی ایجاد می کند. و رزقه من حیث لا یحتسب، و از جای او را روزی می دهد که گمان نمی کند. واقعا تجربه کرده اید حتما، گاهی انسان از جای روزی می خورد که اصلا گمان نمی کند. این نتیجه تقواست، نتیجه استغفار است، نتیجه طلب آمرزش است، نتیجه بازگشت به الله است، بازگردیدن به الله متعال، تسلیم شدن در برابر الله متعال. این رضایت و خوشنودی او تعالی را به دنبال دارد. و رضایت و خوشنودی الله متعال ثمره آن آسایش و امنیت در جهان، برکت در جهان است و بر جهانیان. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، ای قوم من طلب آمرزش کنید، از الله مغفرت بخواهید. یرسل السماء علیکم مدرارا، آب باران از آسمان همچون متواتر خواهد بارید بر شما. و یزدکم قوة الی قوتکم، قوت شما را دوچندان خواهد کرد. ولا تتولوا مجرمین. و در جای دیگر الله متعال می‌فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر مردم اهل قریه ها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، درهای برکت را ما بر روی آنها باز می کردیم. ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون، اما اونها تکذیب کردند الله متعال را و پیامبران الله متعال را. آری من و شما مکلفیم که باید عملا مؤمن باشیم، تسلیم باشیم در برابر او تعالی. و این تسلیم مستلزم این است که باید چشم ما همواره به درگاه رحمت او تعالی باشد. بنده از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت و ولی نذر قباد و جم کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان خوارتر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. این که انسان ادعای ایمان داشته باشد اما پیش قبر و گنبد و بارگاه سرخم کند و پیشانی مذلت پیش بنده بساید که او نیز به الله مراجعه می کرده و می کند، اینجاست که انسان خوار می شود، اینجاست که ذلت و پستی دامنگیر انسان می شود. ما باید به الله متوجه شویم، باید الله متعال را از خود راضی بکنیم. و لذا پیام اهل ایمان این است که اسلام همون اسلامی است که قرآن نازل کرده، الله متعال فرموده، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم تشریف فرموده و صحابه بزرگوار و اهل بیت اطهار آن را گرفتند و در زندگی عملی کردند و به من و شما نشان دادند. الگوی ما در زندگی رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. الگوی ما پیامبر است و بعد از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم شاگردان درجه یک پیامبر، یعنی کسانی که در طول زندگی پیامبر با ایشان همراه بودند، از ایشان ایمان آموختند، تقوا آموختند، جهاد آموختند، دعوت آموختند، تمام دین را عملا از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم آموختند.
پس در هر حال به خدا بازگشتند و به الله بازگشتن اسمش ایمان است و همون اسلام خالصی که از ما خواسته شده است. امیدواریم که خداوند به من و شما توفیق عنایت بکند که همه وقت و همیشه به الله مراجعه بکنیم و نه تنها برای باران که برای خواستن هر نعمتی فقط به بارگاه الله مراجعه بکنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو کمک میخواهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.